در زمانهای گذشته پادشاهی تخت سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس‌العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخت سنگ می‌گذشتند. بسیاری هم غر می‌زدند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجب مرد بی‌عرضه‌ای است. با وجود این هیچ کس تخت سنگ را از وسط بر نمی‌داشت. نزدیک غروب یک روستایه‌ای که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخت سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه‌ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه‌های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر صد و مانعی میتواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.